Today's a journey through aesthetic realms will be presented in Dari with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. خوش آمدید بینندگان مهربان. ما امروز افتخار داریم تا با آقای قاسم رامشگر دیدار کنیم. او آهنگساز شناخته شده در جهان، یک نوازنده گیتار و خواننده از کابل می باشد. آقای رامشگر رئیس مرکز موسیقی افغانستان است. آهنگ‌های زیبای وی اغلب در تلویزیون ملی افغانستان پخش می شود. به علاوه آقای رامشگر در جشنواره‌های موسیقی در سراسر جهان برنامه اجرا کرده است. آهنگ او برای فیلم جایزه گرفته سیب از بهشت جایزه بهترین موسیقی را برنده شده است. ایشان همچنین یکی از داوران دوست داشتنی برنامه ستاره افغان از تلویزیون طلوع می باشد. این یک برنامه موسیقی است که مردم در افغانستان و خارج از افغانستان آن را بسیار دوست دارند. علاقه آقای رامشگر به موسیقی و 27 سال پیش برمیگردد که او تحصیلاتش را از فاکولته هنری کابل در بخش موسیقی به پایان رساند. حدود 10 سال عمر داشتم، مکتب موسیقی را شروع کردم و علاقمندی بسیار خاص به گیتار داشتم و خوشبختانه رشته گیتار انتخاب کردم و به تعقیب شرایط امیر رقم آمد که ما در مشهورترین گروه موسیقی به نام گل سرخ گیتار کار میکردم که سفرهای بسیار زیاده داشتیم، فستیوال‌های بین‌المللی رفتیم و به تعقیبش باز دوره‌ای بود که ما 14 سال در مسکو زندگی کردم. گروه موسیقی داشتیم، سفرهای هنری داشتیم، تقریبا 9 کنسرت در امریکای شمالی داشتیم و در خود روسیه کنسرت‌های داشتیم. موسیقی آقای رامشگر غنی از سبک جدید است و معنای معنوی دارد. موسیقی آقای رامشگر بر روی گیتار ساخته می شود و نشاط جدید و میراث فرهنگی شریف افغانستان می دهد. یکی از آهنگ‌های او به نام جرگه در مورد این شورای صلح‌آمیز است که در آن مردم با هم می نشینند تا با هماهنگی هم راه حل‌هایی را پیدا کنند. در افغانستان ملت‌های پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن و یک عنعنه‌ای دارن وقتی که مشکل در جامعه پیدا میشه در هر شرایط باز جرگه را دایر میکنن. جرگه مثل یک کنفرانس سرتاسری وارث یک کل ملت‌ها با هم میشینن و این مشکل خود حل میکنن. حتی آشتی بین مردمای افغانستان و پاکستان در انعکاس دادن که ما بین هم وجه مشترک بسیار زیادتر داریم. کابل هو د خیبر زرونا هنداره کو سوچي وی بلاره فجر گوای پلاره کو مخبا د کابل هو
برزرونا هندار کو سوچی وی بیلار فجر گوبای پالار کو آبانده وطنش گل مر پراختو. آهنگ‌های آقای رامشگر به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد. مردمی که ایمان قوی دارند و عمیقاً خواهان رستگاری معنوی هستند. یکی از محبوب ترین آهنگ‌های وی التجا نام دارد که ترکیبی از نوای گیتار، طبل و فلوت همراه با اشعار متعالی، آوای سنتی و یک ملودی افغانی برای مدیتیشن می باشد. این آهنگ اغلب در تلویزیون طلوع در حین ماه مبارک رمضان و در روزهای جمعه همچنین در روزهای مذهبی دیگر پخش می شود. مردم افغانستان بسیار مردم مذهبی است. در حالت تضرع با خداوند یا یک تنها بودن با خداوند همیشه افغان ها، مسلمان ها، کلگی هر کسی که عقیده به خداوند داره، به ذات الهی داره، اونا حتما یک حالت تمرکز فکری خود دارن. شعر از او حالت مدیتیشن یا حالت تمرکز فکری شاعر بوده که ما او حالت درک کردیم. غریق بحر سیانم ببخشایی خداوندا، غریق بحر سیانم ببخشایی خداوندا، زیسیانم پشیمانم ببخشایی خداوندا، منم تنها حبیبم تو، مریضم من طبیبم تو، بکن از لطف درمانم ببخشایی خداوندا، غریق پنتاتونیک معمولا مخصوص شرق است. در غرب هم استفاده میکنن در بعضی امپروایزیشن ها. پنتاتونیک است که در چین، مثلا در تایلند، در لاوس استفاده میشه و پنتاتونیک های دیگه است که مختلف تر است که در منطقه کوهی افغانستان و منطقه هندوستان، بین هند و افغانستان، پاکستان. این پنتاتونیک است که پنتاتونیک که ما استفاده کردیم پنتاتونیک خاص مخصوص افغانستان. از این روزا خیرانم ببخشایی خداوندا، غریق بحر سیانم ببخشایی خداوندا. آقای رامشگر اعتقاد دارد که هر آهنگ به غیر از پرداختن به مسائل مرتبط به روح انسان، یک پیام ویژه نیز برای دنیا دارد. برای مثال، آهنگی به نام در انتظار باران توجه مردم را با آسیب معطوف می دارد که جنگ بر نسل جوان بر جا می گذارد. درخت کوچک ما انتظار باران بود، درخت کوچک ما انتظار باران بود، ز بخت سوخت لبریز خشکسال شده. در انستیتوت موسیقی، جایی که آقای رامشگر کار می کند، یک کلوب موسیقی به نام وی برپا شده است که بر زیبایی و مسئولیت اجتماعی و معنوی موسیقی تاکید دارد. این هنرمند مشهور در انتظار دیدن آینده درخشان برای وطنش می باشد.
خوشبختانه امروز انستیتوت موسیقی احیا شده که بسیار قابل عزیز، قابل قدر است که او یک نسل نو موسیقیدانا را به جامعه تقدیم میکنه و من متأکد هستم اونا کسای خود بودن که پیام‌های بهتره یا مشکلات که امروز ما در جامعه خود داریم شاید در آثار خود انعکاس بده و به خاطر حلش مردم متوجه شدن. بیایید از یک آهنگ پرشور به نام نوا لذت ببریم که آقای رامشگر آن را ساخته اند. این آهنگ امید و هیجان انتظار را برای رسیدن نور و موسیقی خدا ابراز می کند. ای سرود ای صدا، ای امید ای نوا، ای تو نور خدا، انتظارم بیا. ای سرود ای صدا، ای امید ای نوا، ای تو نور خدا، انتظارم بیا. گفتی آتش منم، گفتم سوختم تا تو روشن شوی، جانم افروختم. گفتی آتش منم، گفتم سوختم تا تو روشن شوی، جانم افروختم. ای سرود ای صدا، ای امید ای نوا، ای تو نور خدا، انتظارم بیا. ای سرود ای صدا، ای امید ای نوا، ای تو نور خدا، انتظارم بیا. ما از آقای قاسم رامشگر برای اینکه وقتی را با ما گذرانده و در مورد موسیقی زیبایشان سخن گفتن صمیمانه تشکر می‌کنیم. برای ایشان سالهای درخشان بیشتری را آرزومندیم تا بتوانند از طریق ملودی‌های جذابشان روحیه مردم افغانستان و دنیا را ارتقا بدهند. بینندگان شاد، از شما برای همراهی امروزتان سپاسگزاریم. لطفاً برای تماشای برنامه گیاهخواری شیوه اصیل زندگی که بعد از اخبار قابل توجه پخش می شود با سوپریم مستر تلویزیون همراه باشید. امید است که قلبتان آرام و شاد باشد. Lively viewers, thank you for your company today. Please stay tuned to Supreme Master Television for vegetarianism, the noble way of living after noteworthy news. May your heart be peaceful and happy. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.